درود بینندگان عزیز، منظور است برای شما برنامه درخشان. با شما هستم اهل‌دین شمس‌الدین زاده. امروز باز کوشش کردیم گروه ایجادی برای شما از دانش و موفقیت یک جوان موفق که از شهر اصفهان هستند و برای ایجاد کردن نظم و نثر امروز رو آوردند. عظیم خوجا بهاوالدینов شاعر و ادیب جوان را به برنامه درخشان دعوت کردیم. مرحمت استقبال کنید. شما رو بار دیگر درود بینندگان عزیز، یادرس می‌شویم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت تهیه و پیشنهاد مردم می‌گردد. اگر شما فرزند شما، نبیره شما یا خود شما دارای استعداد و لیاقت باشد، پس سفره برنامه درخشان محض برای شما است. میتوانید به رقم تلفنی که برایتان نمودار است زنگ زنید یا به صفحه اجتماعی برنامه که هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام موجود است میتوانید درخواست خود را بگذارید. ما کوشش میکنیم شما را به برنامه دعوت کنیم و هر نفری که اشتراکچی برنامه درخشان میگردد صاحب جام برنامه درخشان میگردد. خب قهرمان برنامه امروزه ما هستند عظیم خوجا بهاوالدینов از شهر اصفهان. به برنامه درخشان خوش آمدید. ممنونم بابت دعوتی صمیمیتان که ما رو به این برنامه که پر از گویم شکوه و شهامت است. واقعا وقتی که من در دهات بودم و این برنامه را از طریق آینه نیلگون تماشا میکردم و آن مهارت و آن دانشی که اهل اشتراکچیان می داشتند، البته آرزو میکردم که روزی از روزها به این برنامه مهمان شوم و البته به آرزویم رسیدم و امروز به آرزویم رسیدم. خب یادرس میشیم که بینندگان عزیز هر نفری که اشتراکچی برنامه شدن میخواهد میتواند به صفحه رمزی برنامه البته مراجعت کنند که هم در اینستاگرام و فیسبوک هست و عظیم خوجا نیست به ما در صفحه اجتماعی فیسبوک نوشتن که میخوان اشتراکچی برنامه باشند. خب برنامه های قبلی ما را تماشا میکردید و یعنی که میل داشتید که در این برنامه اشتراک کنید و امروز اشتراک کرده ایستادید. خب چون شکل برنامه رو میدونید آزاد است و در این برنامه ما میتوانیم اطراف استعداد شما البته صحبت کنیم. برای بینندگان عزیز امروز عظیم خوجا رو چگونه معرفی کنیم؟ دارای چی استعداد است؟ استعداد نویسندگی دارم و گاه شعر نیز می نویسم، استعداد شاعری و همچنین در دوران مکتبخوانی هم در آزمون اکادمی خرد علم ها از فن شیمی در دور جمهوری سزاوار جای سوم گردیدم. دوره یعنی مکتبی در المپیاد اشتراک میکرده؟ بله البته میگویند که بیره از این تجربه روزگار بهره بگیر که بهره دفع حوادث تو را به کار آید. بله. البته اگر شعر از کی است؟ از استاد فردوسی. البته تا از حیات شخصی خودم میخواهم اینجا گویم تا اینکه بینندگان آگاه گردند. تا صنف 5 یا 6 من تماما توجهی به خواندن نداشتم و همون کتاب‌هایی که گویم در سومکم جایگیر بود همونها را می‌بردم و همونها را بدون سومکه را هم را عوض کردن و کشادن که دیدن که پگاه چی درس داریم. من همون کتاب‌ها را می‌گرفتم و به خانه می‌بردم و همون را می‌گرفتم می‌آوردم و اما بابا هم از این حادثه آگاه می‌گردن که من با همون یک کتاب و هر روز به صنف میروم و به مکتب میروم. روزی از روزها همون بابا هم یک کاری میکنند، سومکه مرا میکشویند و کتاب من آگاه نیستم از این حادثه. سومکه رو میکشویند و تمام کتابایی که در سومکه هست آنها رو میگیرند و به جای آنها تخته پاره ها رو میمونند. من که یگان بار گویم همون سومکه رو نمیکشودم و همون سومکه رو میگرفتم به مکتب میرفتم و باز میآوردم. بینید اون که سومکم رو تفتیش کنم، پگاه همون سومکم رو میگیرم و به سوی مکتب میروم و در درس زبان و یا ادبیات تاجیک بود سومکه رو میکشوی؟ سومکم معلمه از من خواهش میکرد که کتاب ها و دفترهای ما رو گیریم. ساعت اولی درسی بود و سومکم رو همون لحظه میکشویم که به جای کتاب ها تخته پاره است و خانه میایم خیلی خیلی گریه میکنم که کی این کار رو کرد و دیگه بسیار ناراحت غمگین و در همین حالت بابام به نزدم میآیند و بابام که ژورنالیست روزنامه‌نگار هستند خودشون آن کس به من چند پند و نصیحت دادند. از همه میگن که تحکورسی خوب است وقتی که از صنف 1 تا صنف 5 6 شما باید
دانش میآموختید مثلا تجربه میگرفتید در مثلا در روند علم. خب میگذاریم بعدا گفتید تغییر یافت، با آزمون المپیاد اشتراک کرده. بله و در آزمون المپیاد اشتراک کردم. البته سببی در آزمون المپیاد اشتراک کردنم نیست، سبب دارد. روزی از روزها بابام به من یک کتاب دادن. در اون کس در خانهشان کتابخانه مخصوص خود را دارن، یک کتاب دادن. اونجا از یک عالم بود، به فکرم آنقدر در یادم نمانده است، به فکرم پیفاگور بود و حیاتی پیفاگور را در آنجا آورده شده بود و از همانجا یک حادثه عجیبی پیفاگور به پیفاگور رخ داده است را خواندم که به حیات شخصی من روبرو آمد. این گونه بود که پیفاگور وقتی که خرد بود تا صنف 5 توجه به خواندن نداشت، او اصلا خوانده نمیتوانست، حرفا را نمیشناخت و به مکتب میرفت میومد و معلمان به نهایت بهای پس داده بودند و در آخر مجبور شدند که او را از مکتب خارج کنند و حتی یک مکتوب می نویسند و به مادرش روان میکنند که در روی مکتوب نوشته بود که فرزند شما را ما از مکتب خارج کردیم. زیرا سواد کافی ندارد. زیرا سواد کافی و همان را به پدرت و یا مادرت ده و همان مکتوب را میگیرد که خودش سواد خواندن نداشت، به نزد مادرش میورد، مادرش همان را میخواند و میگوید که برعکس مادر را ببینید که میگوید که در این مکتوب نوشته است که سوادی بچه شما تا اندازه بلند است که ما دیگر امکان نداریم که به او بچه درسیم، به این فرزند شما درسیم و همون سبب میشود مادر در خانه خود به آموزش فرزند مشغول می شود و در مدت خیلی کوتاه البته پیفاگور همچون عالم، همچون یک پروفسور در تمام جهان شناخته می شود. وقتی که من این کایه را البته خواندم پیش خود مقصد گذاشتم که مادامی که پیفاگور توانسته است چرا من نتوانم؟ و از همان روز سر کردم به خواندن، آموختم، اکثریتی وقتی خود را در خواندن میگذراندم تا حتی روزهایی بودن که چراغ‌ها خاموش میشدند اما من با شمعی که در خانه بود همون شمع را گرم میکردم و به گویم مطالعه میپرداختم تا به حدی که پدرم گاه می آمدند و میگفتند که کمی دم استراحت کن تا اینکه ضرر نرسد و همین ادامه یافت تا اینکه در صنف 8 2 سال هم گذشت. من در آنجا در آزمون کتابخانه بهترین بود که البته در آن نیز از اول نمیخواستم اشتراک کردن اما مادرم که دائما در خانه ملاحظه میکرد که من پیوسته به آموزش و کتابخانه مشغولم، مرا به این آزمون راهبردی نمود و در آن آزمون اشتراک نمودم و نخستین دستاوردی که گرفتم از همونجا سرچشمه گرفت، یعنی در صنف 8 من در آزمون کتابخانه بهترین سزاوار جای گردیدم و وقتی که آمدیم و همان سال گوییم فن شیمیا همراه شد، توجه به فن شیمیا کردیم و در صنف دهمی آزمون اکادمی خردی علم ها برگزار گردید که آنجا البته موضوعی را باید پیشنهاد می‌نمود و وقتی که موضوعیت البته پسند اعضای حکمان گردد آنها به تو جای می‌دهند و آنجا من یک موضوعی را با نام استحصال 3 لیتر امیاکی بر راه ماندن کارخانه استحصال 3 لیتر امیاک در شهر اسفره گرفتم و کار کردم. برای چی البته من این موضوع را انتخاب نمودم؟ زیرا گویم حیات قشلاق امروز یکی از سرچشمه‌هایی که امروز مردم قشلاق از آن زندگانی میکنند و حیات میبرند این گویم همان سبزوات یا اینکه زمینداری است و همین سوی کشاورزی است و همین نمیرسد تا اینکه 3 لیتر امیاک را در خود ما استحصال نمیکنیم، ما مجبوریم از دیگر مملکت ها به مثل قرقیزستان و ازبکستان آنها را دسترس نماییم. من با این را خواستم تا اینکه حیات مردم باز هم بهتر شود و در دور شهری آن سزاوار جای دوم گردیدم، در دور ولایتی جای افتخاری گرفتیم و در دور جمهوری باشد سزاوار جای سوم گردیدم و همین گونه دستاوردهای ما دوام کرد و تا حالا دوام کرد. بیاید از ایجادات خودتون یک شعر خونه باشد. تو هم از دور دردم را تماشا میکنی خوش باش، برایم با تمسخر جشن برپا میکنی خوش باش. زمان وعده دیدار را یادت فراموش کرد که دیروزی ورا
امروز و فردا میکنی خوش باش. تو را دنیای خود میگفتم و افسوس ندانستم، برایم بی‌وفایی مثل دنیا میکنی خوش باش. گذشته دوره های دوستداریت هزار افسوس، به قلبت جای من شخصی دیگر جا میکنی خوش باش. عظیم از جان قیمت گفت، حیفا که ندانستی، تو هم از دور دردم را تماشا میکنی خوش باش. احسن میگم. عموما غزل‌هایتون تا چند مصرع است؟ 12 و یا 14. 12 یا 14. دو بیتی ها 4. امروز در کدام آزمون و المپیاده ها اشتراک کرده هستید دوام انهمی تحصیل؟ دوام تحصیل البته آزمون فروغ صوبی دانایی کتاب است. پیش از همه با دستگیری های به واسطه پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان طول 6 سال است که برپا نموده شده است. گوییم اقدامی به نهایت خوب است برای جامعه را به کتابخوانی و کتابداری دعوت نمودند و طول 6 سال است. البته طول 3 سال است که در این آزمون اشتراک می نمایم و سال اولی که در آزمون اشتراک نمودم از روی شاعری بود که متاسفانه از دور شهری گذشته نتوانستیم و در سال دوم نیز شاعری را ادامه دادم، اما در سال سوم در اول البته نیت نداشتم که شعر نمایم، اما بابام وقتی که شعرهایم را خوندن و با جهت نثری هم یعنی نویسندگی هم ملاحظه کردن و چنین خلاصه آمدن که من در نثر در نویسندگی موفق ترم و راه گرفتیم به سوی ایجاد نثر و در دور ناحیوی سزاوار جای سوم گردیدیم خوشبختانه و در دور شهری که من از شهر دوشنبه اشتراک کرده بودم. یعنی شما داوطلب همچون از شهر دوشنبه اشتراک کرده. از ناحیه کدام؟ از ناحیه اسماعیلی سامانی. از ناحیه اسماعیلی سامانی. بعد رخصت گرفتید به دور شهری دوشنبه. بله. در دور شهری نیز تعداد اشتراکیان سر اول خیلی زیاد بود. من گمان نداشتم که در آنجا سزاوار جای می‌گردم، اما اقبال بلندی کرد و سزاوار جای دوم گردیدیم و از جانب خودی محترم رئیس شهر دیپلم درجه 2 و با همراهی دیپلم مبلغی 15,000 سومان سپرده شد که البته از فرصت مناسب استفاده برده به تمام آن نفرانی که در این برای بالیدروهی برای جوانان را به کتابخوانی دعوت نمودن سهم خود را میگذارند، خصوصا پیشوای معظم ملت عرض سپاس خود را میرسانند. یعنی که همین دیپلم از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه است که جهت اشتراک شما بله بهاءالدینов عظیمخواجه برای غالبیت در آزمون شهری کتابخوان بهترین بخشیده به روز بین المللی هدیه کتاب در بخش جوانان سرفراز گردانده شد. یعنی که همین گونه دیپلم و سپاسنامه ها در شما خیلی زیاد است. بله. خب باشد در دولت های خارج هم البته اشتراک کردگی هستید مثلا در آزمون ها؟ طریق شبکه اجتماعی فیسبوک سال گذشته آزمون از طرف بنیاد جهانی سبزمنیش اعلام کرده شد، یعنی شعر بهترین در کل فارسی زبانان روی دنیا و آنجا من هر یک اشتراکی باید 3 شعر خود را پیشنهاد میکرد. البته در آنجا من 3 شعر خود را پیشنهاد نمودم و یکی از آن شعرها این غزلی بود که در بالا خواندم و آن گوییم یکی از سبب‌هایی که شد که من در افغانستان و ایران موفق شدم همین غزل بود، زیرا این غزل طرفداران بی‌نهایت خود را پیدا کرد. همچنین این غزل را چند سراینده به گوییم سرود نیز درآوردند، البته از مملکت‌های خارجه به سرود نیز درآوردند و آنجا سزاوار از طریق گوییم آنلاینی برگزار گردید. آنجا از تاجیکستان در عموم 8 نفر اشتراک کردیم و خوشبختانه سزاوار جای سوم از روی شعر بهترین در پایتخت جمهوری اسلامی ایران شهر تهران گردیدم. یک بله حجت تقدیم نمودن، دیپلم تقدیم نمودن که از این خیلی سرفراز گردیدیم و روحیه‌مان باز هم نسبت شعر نویسی و مطالعه کتاب باز هم زیاد گردید. خب در آینده مثلا از این خوجه چی نقشه ها هست؟ شاید
در یگان مثلا соҳаи журналистика кор кардани ҳастед, шояд дар ҷодаи ана ҳамин шоириву нависандагӣ устодатон ҳастанд? بله، چنانه که دانیل دیفو میگوید در کتاب دانیل دیفو میگوید که انسان آن وقت انسان را مرده حساب کنید، آن وقت مرده پندارید که او بدون هدف بدون مقصد زندگانی نماید. البته انسانیت بدون مقصد زندگانی کرده نمیشواند و مقصدی که من در پیش خود گذاشتم و البته انسان آن وقت به قله مراد میرسد که در نزد خود یک ایدئال را، یک شخص یک ایدئال را به پیش خود قرار دهد و گوید که من مثل همان میشوم و کوشش نماید. البته روزی از روزها به مراد خود میرسد و البته از روزهای نخستی که من گویم به آزمون ها یا به نویسندگی یا به شاعری روی آوردم، در پیش خود ایدئال البته بابام را قرار دادم، زیرا بابام روزنامه‌نگار هستند و میخواهم اسمشون چی است؟ بولتاخوجه سیدشویف بولتاخوجه سیدشویف و محرر خزینه معرفت نیز هستند. یعنی محرر روزنامه خزینه معرفت در شهر اسفره، در شهر اسفره هستند. نبره همون کسی. بله. خب میخواهم مثل همون کس در آینده یک شخصی موفق شده باشه، شناخته باشه. بله. احسن. خب در جاده نصر چی می نویسید؟ در جاده نصر عادتاً آن حکایه یا آن داستان یا آن افسانه هایی که از روزمره گرفته شده است. حقیقی دارند، یعنی که اثبات حقیقی دارند. اثبات حقیقی روزمره خودمان گرفته شده است. چنانه که در یک حکایه هم گفتم، روز سعید جان که در همسایگی ما زندگانی میکند به خانه ما آمد. بسیار طبع خوش داشت، دائما میخندید. برایم بسیار باعث تعجب اومد که سعید جان از چی خوشحال است. در اول گمان کردم که مگر یگان جای من بی‌زیب است یا یگان جای من باعث خنده است که این به من میخندد. به نهایت حس کنجکاوی هم اوج گرفت و سببش را از سعید جان پرسان شدم که سعید جان برای چی خوشحالی، برای چی خرسندی؟ سعید جان در جواب گفت که این شب طریقی گفته سعید جان این شب دسته‌ای که او دوست می داشته است و مخلص امان بوده است با دیگر دسته گوییم غلبه کرده است. یعنی در ورزش فوتبال، در ورزش فوتبال یعنی ریال به بارسلونا غلبه کرده است. و وقتی که این سخنها را گفت البته او خاموش نایستاد و درباره هر یک فوتبال باز به من معلومات کافی داد که در کجا تولد شده است، در سن چند سالگی به فوتبال روی آورده است، در چند سالگی مکتب خونده است، دیگر و دیگر. بعد به من گویم شوق پیدا شد و در سرم فکر پیدا شد که مادامی که 11 فوتبال بازی که در میدان بازی میکنند از حیات شخصی هر یکی آنها آگاه باشد، این دانشی خیلی خوبی داشته است. اگر گویم افسانه ها 5 افسانه دارم، 10 حکایت بیشتر در کدام موضوع ها؟ در موضوع های مبرم روز و مثل شامل شوی جوانان به هر گونه گروه حزب ها یا اینکه اینترنت و تلفن داده نشدن به شبکه‌های اجتماعی و مانند همینها و 10 حکایت 5 افسانه. میخواید در همین سمت با کدام بیشتر موضوع ها علاقه‌مندی گیرید؟ مثلا موضوعهایی رو انتخاب کنید که حل کننده معماهای روزگار باشند. بله، میخواهم که یک منفعتی از حکایه هایم برای مردم رسیده باشد. یعنی که خطاگاهی که خودم کردم در یک حکایه هم نیز گفتم که تا صنف 5 هم اما کتاب نخوانده هم را خطاگاهی که خودم کردم یا اینکه در جایی که خودم خطاگاهی کردم میخوام که یک نسل نورست یا یک جوانی که همان زینه ها را از سر میگذرانده است آن خطاگاهی که من خود کردم با آنها داده نشود، یعنی خطاگاهی من را نکند. استادهایتان رو در این جاده بابایتان گفتید باز کیا هستند؟ البته استادان خیلی و خیلی زیادند و بهترین استادی من البته این خودی روزگار می باشد و اولین نخستین استادم این پدر و مادرم می باشند که آنها دائما در همه حالت گاهی وقتا می شد که در آزمون ها البته غالبیت نصیب ما شد، ولی رو افتاده می شده، می گفتم دیگر اشتباه نمی کنم. بعد وقتی که به خانه می اومدم مادرم نخستین کسی که مرا دل برداری میکرد مادرم بودند، چون پدر در کار بودند
مادرم دست گویم دلبرداری میکردم و میگفتن این سال نشد سال دیگر میآید. روزی از روزها البته خوی موفق میشوی و باید تو پیوسته به کتاب مطالعه کتاب پردازی تا اینکه گویم روزی از روزها غلبه نصیبت گردد. و وقتی که پدرم نیز از کار می اومدن و پدرم یک عادت عجیبی داشتن. پدرم وقتی که می اومدن و می پرسیدن که در آزمون غالب شدی فرزندم و می دیدن که من به نهایت ناراحتم، می گفتن خیز رفتیم و با همراه پدر می رفتیم. می گفتن تو در آزمون غالب نشده باشیم اما بدون که غالبی من هستی، همه وقت در همه حال غالبی من هستی. و پدر مرا به ضیافت یک ضیافت شاهانه می بردن و همون غالبیتی که به دست نامده بود طریق همون ضیافت شاهانه که پدر می آورد ما با هم دیگر غالبیتی که پدر داشتند، یعنی پدر دائم با من افتخار میکردند. البته به نهایت خرسند از اون خوشحالم که باعث افتخار پدر گردیدم و میگفتن که تو در قلب من غالبی. همیشه غالب. بله. و وقتی که در تمام آزمون ها مرا راهپلدی میکردند یا اینکه در صنف 10 وقتی که ما از شهر استره وقتی که به شهر دوشنبه در اکادمی خرد علم ها رهسپار گردیدیم، آنجا نیز پدرم یک سخنی خیلی خیلی خوب گردیدن. فرزندم هیچگاه برای جایزه یا برای دیپلم یا برای دیگر چی کوشش نکن. همون جا رفتی یک علمی که به خودت گرفتی و آمدی همین خود یک موفقیت است و اگر سزاوار جای نگردیدی ناراحت نشو. و وقتی که سزاوار جای سیوم گردیدم در آزمون اکادمی خرد علم ها در دور جمهوری سزاوار جای سیوم گردیدم و گویم به پدرم از این خیلی خیلی خرسند شدند و حتی اشک آبی چشمانشون ششقطار میریخت. پدر البته از جهت خرسندی گریه داشتند، من هم در برابر پدرم گریه داشتم عصبی پدر از جهت خرسندی، اما من از جهت خرسندی از جهت اون که چرا سزاواری باسن جای بلندتر نگردیدم، چرا سزاواری جای دوم یا اینکه سزاواری جای یکم نگردیدم، سزاواری جای سوم گردیدم. و همین گویم دستگیری های به واسطه پدر و مادر اول دستگیری های به واسطه پدر و مادر بعداً راه علم را برای من کشاد و مرا در شهر دوشنبه گویم در بین شاعران جوان و همچون یک شاعر یا ادیب جوان کشاده شد. این محفلی همیشه بهار استاد خیراندیش بود. وقتی که ما یکم کورس بودیم و به دوشنبه شهر رفته بودیم، اونجا یک محفل، عادتا محفل های استاد خیراندیش محفل همیشه بهار در تالار کتابخانه ملی یا اینکه بیرون از آن به طریق عمومی میگذشت. اون روز عمومی گذشته بود، در کل تمام مردم رو در بر میگرفت و آنجا اشاره نمودم و چنین است که سوال را پیشنهاد میکنن و اگر لغت را پیشنهاد میکنن و اگر کسی به آن جواب داد البته به 7 اختر میبراید و در آنجا هنرنمایی میکند و شخص غالب البته از مابین 7 نفر 1 نفر غالب دانسته میشود و از بین آنها با دیپلم یا اینکه مکافات پولی مکافاتانده میشود. در آنجا اشاره نمودم و نخستین غالبیتی که در شهر دوشنبه گردید همان بود و بعدتر به همان محفل گویم روابط من مستحکمتر گشت، چونان روزی چهارشنبه هر هفته محفل برگزار میگشت، چونان آرزوی آن محفل در سر من دور میزد که من به واسطه هر روز اما روزی چهارشنبه را انتظار میکشیدم. یعنی امروز روزی دوشنبه است، میگفتم کی روزی چهارشنبه، کی ساعتی محفل، کی وقتی موضوعی میرآید تا اینکه من یک شعر، یک حکایه یا یک افسانه خود را میخوندم تا اینکه تمام اعضایان آن که در محفل اشاره میکنند فکر و ملاحظه خود را آیده حکایه ها می نویسند و دیگر همین استاد خیراندیش و محفل همیشه بهار بود. بعدا این از برادرانم البته برادری گرچنده برادری خونی نیستیم اما برادری گویم از اهل علمی هستیم. این بهمنیار میسرزاده و موسی عزیزی و شاعران از غالبان آزمون
جمهوری فروغی صوفی دانای کتاب است از روی نمینه ایجاد نظم یعنی شاعری به حساب می روند که هر دو نیز به نهایت گویم انسان های خوب و خاکسار هستند. آنها را من البته در گروه واتساپی آینه شعر پیدا نمودم و با آنها روایی داشتیم و هر باره که یک شعر می نویستم یا یک حکایه یا یک مقاله می نویستم سر اول یا به موسی عزیزی یا بهمنیار می فرستادم و آنها فکرهای خود را می گفتند. هر کس البته فکری خود را دارد، باید خطاگی را پذیرفته شود. انسان نیست که گوییم او از خطاگی اور باشد و از خطاگی کم باشد. باید هر خطاگی آنها اگر خطاگی داشته باشم البته آن را با جان و دل قبول میکردم و کوشش میکردم تا اینکه در آینده بهتر شود و نظری آنها را میگرفتم و وقتی که نظری آنها را گرفتم و کمی بهتر شد بعدا همون حکایه و همون شعرم را میگرفتم به استاد خیراندیش میفرستادم و این وسیله استاد خیراندیش نیز فکری خود را میگفتند و یک حکایه و یا شعر خوب گویم آماده میگشت و آنها را میگرفتم با مجله و گازیته یا اینکه روزنامه ها میفرستادم و خیلی گویم حکایه و شعرهایم در مجله ها روی چاپ آمدند و در مدت خیلی کوتاه البته همچون محرری روزنامه خزینه معرفت از دهه کلکن نیز دانسته شدم و حالا در همین خزینه معرفت در پایانش نامم هست که از دهه کلکند از مکتب 72 عظیم خواجه بهاءالدین در اینجا موجود است. بله. شاعر کی است؟ شاعر شخصی است که احساس دلش را آن چیزی که در قلبش نهفته است همان را میبرد و به طریق نظمی میگوید. عادتا شعر آن وقت پیدا می شود که هر کس گویم خصوصیت خاص خود را دارد و مثل بعضی نفرانی هستند که از طبیعت الهام میگیرند و اون چیزی که در قلب نهفته است اما را به طریق شعری میبرند و پیشنهادی گویم هوادارانشان میگردند. اما اون چیزی که من در اون احساس آرامی میکنم و اون چیزی که در قلبم نهفته است عادتا بیدار میشد و روی ورقا روی اوراق می نویسم. این شبانگاه یا اینکه در محیطی خیلی آرام که البته آرامی در شب است و ساعتهای 2-3 شب از خواب چنان عادت شده است که حتی بدون هیچ گویم یگان بیداری هیچ کس بیدار کردن هیچ کس یا بدون زنگ زدن تلفن شبها من ساعت 2-3 شب میخیزم و میپردازم به دنیای خودم چون هر یک شاعر یا نویسنده دنیای خود را دارد. برای همین شاعران یا نویسندگان نازک بینند، آنها به نهایت نازکند. دل آنها خیلی نازک است و میتواند در مدت خیلی کوتاه دل آنها شکند. خب چون برنامه‌های قبلی ما رو اگر می‌دیدید ما با ادیبان جوان ها با شاعران جوان هم صحبت می‌شدیم و من برای اونها سوالی معمولی هم دارم که این است پیشنهاد کلمه ها که میتوانند جمله سازند. خب بگذار کوه آنقدر به کوه برآمدم که قفای خود را نگه نکردم و گویم وقتی فرآمدن ترسیدم. بله. وقتی فرآمدن ترسیدم. خب رادیو توسط شنیدن رادیو من از آزمون جمهوری فروغی صوفی دانای کتاب است آگاه گردیدم. از طرز برگزاری آزمون فروغی صوفی دانای کتاب است آگاه گردیدم. خب باشد. کرسی جایی است که من در آنجا عادتا می نشینم و قلم به دست می گیرم و هر یک سخن دلم را در روی کرسی می نشینم و ایجاد میکنم. زردالوی اسفره و جان و دلت فرح. یعنی زردالو برای چی اسفره گفتم؟ زیرا خود از اسفره هستم و حالا که موسمی حاصل گنداری زردالو است مردم سر و کار دارن به زردالو و حاصل دسترنج مردم نیست از همین زردالو است. زردالوی اسفره و جان و دلت فرح. انسان اگر شخصی را تحقیر کند نمیمیرد تا اینکه همان تحقیرش به سر خودش بیاید. باشد. خب چشمه رود همون چشمه که آب‌های در سر چشمه نشستم و شعر خوب ایجاد کردم.
آفرین احسن به مانند همین سنگ. در سنگ نام خود را نگذار، در قلب مردم اسم خود را واقع گذار. برای چی؟ در سنگ نام خود را مقصد ننویس، بلکه هیچ باکی نیست، هیچ فایده ندارد، زیرا که اون سنگ آب میشوید و میرود یا نابود میشود. نابود میشود. در قلب مردم اگر نام خود را گذارد انسان چی میشود؟ باقی میماند، ابدی باقی میماند. نسبت اون انسان در گرد و اطراف سخنهای خوب میگوید همون انسان باشد. خب روزنامه خزینه معرفت یکی از بهترین روزنامه ها در سراسر جمهوری است. باید در بابت همین برنامه درخشان یک شاید حکایه باشد، شاید یگان گفتار باشد، نثر ایجاد کنید. چقدر بداهتا وقتی که ما خواهش میکنیم 1 دقیقه بس است که شما کمی فکر کنید، 1 دقیقه بعدا آغاز کنیم درباره همین برنامه درخشان. می شود یک نثر پیشنهاد کنید، بداهتا ایجاد کنید، یعنی که با ورق سفید ننویسیم و از خودتون ایجاد کنید و گوییم و این باز مستحکمی عقل و ذهن شما رو نسبت به همه ایجاد کردن نظم و نثر نشان میده. میتونیم 1 دقیقه فرصت برای شما است، لحظه اندیشه کنید بعدا آغاز میکنید. برنامه درخشان برنامه است که توسط آن میتوانند جوانان باز هم دانش سویه‌ای دانش خود را خیلی و خیلی زیاد کرده باشند و برنامه درخشان خیلی گوییم برنامه جذاب دیدنی است و وقتی که من عادتا در قشلاق بودم به نهایت با همراهی گوییم خواهرانم و دادرانم این برنامه را با یک شوق با یک احساس نگاه میکردیم و نه تنها ما اینچنین با همسایه هایمان که در همسایگیمان بچه های همسایه این برنامه را با همدیگر تماشا میکردیم از دورانی که مکتب خوان بودیم و بعد آن با همدیگر گوییم بحث ها میکردیم که از همین برنامه ما چی به خود گرفتیم. یکی میگفت من میخواهم مثل همان کس شوم و دیگری میگفت میخواهم مثل همان کوشش کنم تا اینکه مثل همان شخصیت گردم، کوشش کنم خوانم و دیگری میگفت که من تا امروز نمیخوندم و این بعد میخوانم. یعنی این یک برنامه است که میتواند توسط این جوانان را باز هم به کتاب و کتابداری که امروز پیشوای معظم ملت تمام هستی خود را به این بخشیدن، یعنی کتابخوان نمودن اهل جامعه یک گویم زمینه شود تا اینکه مردم روی بیارن به کتاب و کتابداری. زیر کلمه درخشان چی رو میفهمید؟ درخشیدن باشد. امروز میبینیم که برای آموختن همه علم ها در کدام جاده نباشد تا اون شرایط مهیا کرده شده است از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان سیاست امروزه جوانان البته دستگیری می‌یابد و راه اندازی می‌گردد تا که جوانان امروز مسلح باشند با دانش‌های زمانوی، زباندان باشند و برای آنها امروز برای فعالیت بردن و هم دانش انداختن در هم مکاتب‌های عالی و هم کارگاه‌های خواجگی قشلاق تمام شرایط مهیا کرده شده است. همچنین یک جوان موفق امروز در بابت سیاست جوانپرورانه پیشوای ملت چی گفتنی هستید؟ البته پیشوای معظم ملت اساسگذار اصول وحدت ملی محترم امام علی رحمان تمامی هستی تمامی فکر و ذکر خود را به ما جوانان بخشیدند و دائما در پیام خود میگویند جوانان سازندگان وطنند و تمام هستی خود را به ما جوانان روانه کردند. باید البته ما جوانان نیز از این اقدام هایی که پیشوای معظم ملت نسبت ما جوانان میدهند باید طرفداری نماییم و روی بیاریم به کتاب و کتابداری و در خدمت وطن خود تمام هستی تمام سعی و کوشش خود را صرف نماییم و باید ما هر یک ما جوانان از این دستگیری های به واسطه پیشوای معظم ملت که اینقدر گویم استوپندیا ها تشکیل نمودن استوپندیا برگزار نمودن آزمون های جمهوری فروغ صوبی دانای کتاب است، علم فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیز من و سال گذشته که برگزار گردید تاجیکان در آینه تاریخ، هر یکی آن اقدام هایی که پیشوای معظم ملت برای ما جوانان میکنند همه با تمام گویم با تمام وجود همه آنها را دستگیری نماییم و دائما زیر سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان باشیم. احسن.
дар фарҷом як шеъри беҳтарини худро пешниҳод кунед. نبیند قلب تو آزار مادر، گل قلبت نگردد خار مادر. سخنور گشته فرزند عزیزت و الهامش ز تو سرشار مادر. همیشه بینمت دلشاد و خوشبخت، نبینی هیچگاه آزار مادر. اگر روز کتابم نشر گردد، توی سرنامه اشعار مادر. عزیمت آمده این دم کنارت، برایش چون دعا در کار مادر. احسن و آفرین میگم. خب در این جوده ایجاد کردن هم در جوده نظم نثر ادامه دهید و باوری داریم که عظیم خوجا شما در آینده شاعری کسب ادبی موفق میشوید و برای ادبیات توجیک و همزمان برای رشد ادبیات توجیک سهم باسازهای خود رو البته میگذارید. باقی در این جوده برای شما از نام تمام گروه ایجادی موفقیت و کامیابی تمنا دارم. عرض سپاس خود را به تمام اهل گروه شما میرسانم بابت یک برنامه خوب، برنامه دیدنی و برنامه جذاب. سپاس خود را میرسانم. تشکر. خب بینندگان عزیز، یادرس میشیم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تهیه و پیشنهاد مردم میگرده. اگر خواهشی اشتراک کردن داشته باشید با رقم تلفنی که برایتان نمودار است زنگ زنید. ما کوشش میکنیم شما رو با برنامه درخشان البته دعوت کنیم یا با صفحه رمزی برنامه که حالا برایتان نمودار است. کوشش میکنیم درخواست خود رو گذارید، با برنامه دعوت میکنیم و پهلوی استعدادی شما البته هم صحبت میشیم و این لحظه جام برنامه درخشان برایتان تقدیم می‌گردم. مرحبا.